یه لحظه چشماتو ببند. تصور کن همین امشب وقتی صبح از خواب بیدار میشی دستاتو تکون بیدی اما دیگه دستت نیستن. پاهاتو حس کنی ولی چیزی جز پاهای لزج و چندش آور یه حشره غول پیکر نباشه. چی کار میکنی؟ فریاد میزنی؟ خودتو میکشی؟ یا مثل یه کابوس فقط بهش خیره میشی؟ تو این ویدیو میخوام برات داستانی تعریف کنم که هم ترسناکه، هم تلخ و هم عجیب. داستانی که 100 سال ذهن میلیون ها نفر رو درگیر خودش کرده. داستان مسخ، نوشته فرانتز کافکا. کافکا کی بود؟ کافکا یه نویسنده اهل پراگ در اوایل قرن 20 بود. مردی که خودش توی زندگی شخصی پر از اضطراب، تنهایی و ترس بود. خیلی ها بهش میگن نویسنده کابوس ها. کافکا میگفت دنیا خودش یک کابوسه، من فقط اون رو روی کاغذ میارم. و کتاب مسخ معروف ترین نمونه این کابوسه. داستان با یکی از عجیب ترین جملات تاریخ ادبیات شروع میشه. گرگور سامسا، یک کارمند ساده، صبحی که از خواب بیدار شد و دید تبدیل شده به یک حشره. بدنی با شکم بزرگ، سفت و پاهای بزرگ که بیوقفه تکون میخورد. بالهایی که از بدنش بیرون زده بود و اونو تبدیل کرده بود به یه موجود چندش آور که حتی نمیتونست روی تختش بشینه. اما عجیب ترین نکته اینه که گرگور نه فریاد زد نه وحشت کرد و اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که ای وای دیرم شد، الان رئیسم اخراجم میکنه. تصور کن یه نفر تبدیل به حشره میشه ولی استرسش اینه که دیر سر کار نرسه. این طنز تلخ کافکاست چون نشون میده آدم ها توی دنیای مدرن مثل ماشین شدن. حتی وقتی هیولا میشن باز هم دغدغه‌شون کار و پول و رئیسشونه. گرگور تنها نون آور خانواده بود. خودش کار میکرد و خرج خانواده رو میداد. پدرش بیکار بود، مادرش بیمار بود و خواهرش گرته خیلی جوان بود و نمیتونست کار کنه. اون روز صبح وقتی که گرگور از اتاقش اومد بیرون همه چیز تغییر کرد. پدرش با عصبانیت به سمتش حمله کرد و مادرش از شدت وحشت غش کرد و خواهرش جیغ میزد. از همون لحظه دیگه نه فرزند بودنش مهم بود نه فداکاری‌هاش برای خانواده. اون فقط یه هیولای چندش آور بود که باید قایمش میکردن. اولش خواهرش کمی دلش براش سوخت، براش غذا آورد ولی کم کم اونم خسته شده بود و دیگه حاضر نبود که بهش نگاه کنه. سرانجام گرگور از یه برادر عزیز و فرزند صالح و نان آور خانواده تبدیل شد به یه بار اضافی. روزها و شبها گرگور تنها بود. خانواده یاد گرفتند بدون اون زندگی کنند. کار پیدا کردند و خرج خانه را خودشون میدادند و دیگه نیازی به اون نداشتند و گرگور در اتاق تاریک خود فراموش شد. غذاهای مونده، زباله و همه اینها سهم اون شده بود. بدنش ضعیف شد و روحش خورد شد. آخرین چیزی که گرگور شنید صدای خواهرش بود که میگفت باید از شرش خلاص بشی. و همان شب بی صدا گرگور مرد. میدونید دردناکترین بخش داستان کجاست؟ اونجاست که وقتی مرد خانواده‌اش خوشحال شدن و احساس آزادی کردن، نفس راحت کشیدن، حتی تصمیم گرفتن برن بیرون و یه زندگی تازه رو شروع کنن. و قهرمانی که سالها بار خانواده رو به دوش کشیده بود مثل یه لکه کثیف از زندگیشون پاک شد. کتاب مسخ فقط داستان یک حشره نیست. کافکا با این داستان میخواست بگه تو دنیای مدرن ارزش آدم‌ها فقط به کار و سودآور بودنشونه. اگه یه روز نتونی مفید باشی، جامعه و حتی خانواده‌ات خیلی راحت میتونن ازت دست بکشن. این داستان آینه برای همه ماها، نشون میده که انسان چقدر میتونه تنها باشه، حتی وقتی بین نزدیکترین هاشه. حالا ازت میپرسم اگه فردا بیدار بشی و دیگه نتونی برای اطرافیانت کاری بکنی، هنوز برات ارزش قائل میشن؟ یا مثل گرگور به یه موجودی زائد تبدیل میشی که همه ازش فرار میکنن؟ خب دوستای عزیزم، اینم از پایان خلاصه کتاب مسخ. خالی از لطف نیست که این کتاب تهیه کنید و بخونید، توش کلی درس زندگی وجود داره. من دختر قصه گو هستم و خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیوهای من رو لایک کنید.